بسم الله. شما از طرف ننه چیپسیا سفارش داشتین؟ بله. فقط حواستون باشه که یک نفر میتونه از این بسته استفاده کنه. نفر دومی که از این بسته استفاده میکنه تو رویا حبس میشه و دیگه نمیتونه بیاد بیرون. ما خودم همه اینا رو از ننه چیپسیا پرسیدم. برو رد کارت. از من گفتن بود، خود دانید. سلامت. واو، باورم نمیره اینا همون محصولاتی که میگن اگه بخوری میری به رویایی که داری. لواشه که معروف ننه چیپسیا تو طعمای مختلف. وای سس مخصوص. و اما بریم تو کارش. دلم میخواد برگردم به 30 سال پیش. توشو ملسه. مادام یه پرتقال فقط 50 تومن. چرا 1 کیلو پرتقال به ما میدی؟ خدا بده برکت آج خانم. این بینو چقدر صفراش زیاده پول خارجگی نی؟ مگه نگفتی 50,000 تومن؟ نه آج خانم 50 تک تومنی مگم 50,000 هم مگه وجود داره پوله؟ چقدر دلار الان چنده؟ فکر کنم حدود 170 تومن باشه. 170,000 تومن؟ آج خانم 170 تک تومنی مگم نکن از آینده آمدی شما. بله ما از سال 1403 آمدم اینجا. زمان ما الان دلار رفته 90,000. آج خانم فکر کنم دیوانه این چیزیه. حاجی مگه بابا تو شوخی دارم انقدر دلار رفته بالا که ما اصلا ندارم. یک بابی دب‌های میذارم تو کله. نه غلط کردم آج خانم. حالا چجوری اومدی اینجا؟ راست دقیقاً دش. ما تو اینستا با ننه چیپسی آشنا رفتم. فکر کنم اینستا یک منطقه جدید مشهده. یه سهرامیزه. تازه خودشون تولید کننده هم هستن، محصولاتشون همشون هم ارگانیکه. اینو می‌بینی؟ عجب لواشکی آقا داوود. این هم پک چیپس میبره کن موی پشت سرت میاد. خدا وکیلی نارگیلش نگاه. عجب. اینو بهت بگم که تازه سایت هم دارن. اگه خواستی بگو پیجشون بهت بدم. بری ازشون خرید. سایت چیه باز؟ چیه نگاه میکنی حاجی؟ دلت خواست. بیا تعارف نکن. یک دونه از اینا بخور میری به رویایی که داری. چه باحال اینجا. ماما به چه جون تو اینجا چه کار میکنی؟ خودم هم نمیدونم ماما. یکم از این زغال‌لخته که رو میز گذاشته بودی خوردم اومدم اینجا. تو خوشمزه از زغال‌لخته هاش خدایی. از کجا گرفتی؟ بسترم به چم از دست دادم سارا ماما. نه باز چه غلطی میکنی؟ مادر من 100 بار بهتون گفتم وقتی میای تو اتاق من در بزنی. ما 100 بار به تو گفتم این در لامصب نبند. حرف زدن با شما فایده نداره ماما. به چی جان مگه تو فردا امتحان ندیدی ها؟ چرا دارم؟ پس چرا همش سر توی گوشی لامصب میگی دستو بخون دیگه؟ به چی جان؟ میشه به امتحان من گیر ندی میخونم. خدا شاهد امتحانت فردا مردود بشی دیگه به چی نیستی.